اکثر ماهایی که سر و کارمون با نرم افزار گرافیکی مثل فتوشاپه، وقتی اسم طراحی پوستر به گوشمون میخوره فکر میکنیم که حتما باید از تصاویر و عناصر گرافیکی زیاد، پالت‌های رنگی مختلف و تکنیک فوتومونتاژ استفاده بکنیم تا بتونیم اسمش رو بذاریم طراحی پوستر. اما وقتی به کمپین تبلیغاتی برندهای معروف یا جای دوری نریم، به پوستر فیلم‌های سینمایی، حالا چه ایرانی چه خارجی، نگاه بکنیم، می‌بینیم که اکثرشون به صورت مینیمال و ساده طراحی شدن و بعضی از اونها هم فقط از یک عکس در طرحشون استفاده میکنن. این تفاوت‌ها مربوط میشه به سبک طراحی. من امروز توی این ویدیو میخوام با بررسی پوسترهای فیلم سینمایی جوکر دو سبک از سبک‌های طراحی پوستر فیلم‌های سینمایی رو بهتون معرفی بکنم. برو بریم. سلام رفقا، من محمد صبحان طهوری هستم. اینجا بیتگرافه و با سومین ویدیو از سری ویدیوهای بررسی پوستر فیلم و سریال و گیم در خدمتتون هستم. همونطور که بهتون گفتم میخوام دو تا از سبک‌های بسیار مهم طراحی پوسترهای فیلم‌های سینمایی رو بهتون معرفی بکنم. سبک پوسترهای آمریکایی و سبک پوسترهای فرانسوی ایتالیایی. در توضیح سبک پوسترهای آمریکایی اومده که طراحی پوستر بر این اساس متکی بر بازیگر است و پلان اصلی و نخست پوستر به چهره درشت شده بازیگر اختصاص داره. هدف از بزرگنمایی چهره بازیگر معرفی او به عنوان نقش اصلی داستان و عاملی برای تبلیغ فیلمه. در توضیح سبک فرانسوی ایتالیایی هم اومده که در این روش بازیگر یا موضوع فیلم فاقد اهمیت است. در این سبک فریمی از فیلم که قابلیت تبدیل شدن به پوستر را دارد و میتواند نماینده‌ای از کل فیلم باشد به عنوان پوستر رسمی معرفی می شود. البته که این فریم باید از لحاظ بصری، شکل و فرم اشیاء داخل صحنه و ترکیب بندی حرفی برای گفتن داشته باشد. حالا بریم سراغ پوسترهای فیلم سینمای جوکر و ببینیم توی کدوم یکی از این سبک‌ها طراحی شده. سبک این پوستری که داریم با هم دیگه نگاه می‌کنیم به طور واضح سبک فرانسوی ایتالیاییه و برگرفته از سکانس بسیار معروفی از فیلم، یعنی رقص جوکر روی پله‌ها هستش. همین الان بهتون گفتم که اون فریمی که قابلیت تبدیل شدن به پوستر رو داره باید دو تا ویژگی اصلی داشته باشه. یکی این که از لحاظ بصری حرفی برای گفتن داشته باشه. شما به ترکیب بندی توجه بکنید، سوژه با اون رنگ لباس متفاوت نسبت به رنگ محیط در وسط قرار گرفته، پله‌ها در 1/3 پایینی هستند و بسیار خوب از قانون 1/3 در عکاسی استفاده شده. پرسپکتیو به خوبی داره چشم من بیننده رو به سمت سوژه هدایت میکنه و عناصر داخل صحنه هم کاملا به صورت قرینه در طرفین سوژه قرار گرفتن. پس می‌بینیم که این فریم از فیلم واقعا از لحاظ قواعد گرافیکی و عکاسی حرف برای گفتن داره. نکته بعدی در این سبک از پوستر این بود که اون فریم از فیلم که تبدیل به پوستر شده باید نماینده خوبی برای کل فیلم باشه و یا مفهوم و موضوع فیلم رو به خوبی به مخاطب بفهمونه. قاعدتا نمیشه ما قبل از دیدن اون فیلم درباره حالا اون سکانس یا این پوستر نظر بدیم. وقتی فیلمو دیدیم حالا خیلی بهتر میتونیم درباره‌اش صحبت بکنیم و تحلیلش بکنیم. در خلاصه این فیلم اومده که جوکر داستان کمدین شکست خورده‌ایه که حالا به واسطه تجربه تلخ متعددی که داشته سعی کرده که خودش رو تغییر بده و حالا خودش رو به عنوان جوکر به یک شهر معرفی میکنه. و بارها توی فیلم میبینیم که جوکر از لحاظ شخصیتی و روحی، حالا بحث روانشناسیش، دچار تغییر و تحول میشه. این پایین اومدن از پله‌ها به صورت رقص کنان میتونه نماینده خیلی خوبی از این تغییرات برای شخصیت اصلی داستان ما باشه. و توی نقدهایی که من درباره این فیلم خوندم این بود که توی کل فیلم ما اصلا نمیبینیم که جوکر از پله‌ها پایین میاد و مدام میبینیم که حالا با ناراحتی با سختی از پله‌ها داره بالا میره و فقط توی یک سکانس هستش که وقتی خودش رو به عنوان جوکر معرفی میکنه از پله‌ها داره میاد پایین و پس میتونیم نتیجه بگیریم که خالقین اثر خیلی خوب و هوشمندانه این فریم رو به عنوان پوستر رسمی سریال منتشر کردن. اما بریم سراغ این یکی پوستر. میبینیم که کاملا متکی بر بازیگره و در سبک پوسترهای آمریکایی جا میگیره. میبینید که چهره بازیگر به صورت اغراق شده بزرگ شده و فضای زیادی از طرح رو به خودش اختصاص داده. گفتیم دیگه تنها هدفش میتونه معرفی بازیگر اصلی داستان باشه و اینکه حالا اون گیریم و اون شخصیت رو به من مخاطب معرفی بکنه. در این سبک ممکنه از پالت رنگی یا قانون خاص گرافیکی استفاده نشه و اینطوری میتونم بهتون بگم که هنر عکاس تو این سبک بیشتر از هنر طراح قابل مشاهده است. این از پوسترهای فیلم سینمای جوکر 1 و حالا به بهانه اینکه حالا جوکر 2 هم اکرانش نزدیکه بریم یه نگاهی هم
به پوسترهای فیلم جوکر 2 داشته باشه. پوسترهای جوکر 2 هم به اون سبک و روش وفادار مونده. اولین پوستر رسمی منتشر شده جوکر 2 دوباره می‌بینیم که در سبک پوسترهای فرانسوی ایتالیایی جا داره و فریمی از فیلم رو داره به من نشون میده. و یکی از ژانرهای فیلم که ژانر موزیکال هست رو من خیلی خوب میتونم از این پوستر استنباط بکنم. حالا اینکه این صحنه چقدر میتونه توی فیلم تاثیرگذار باشه و مفهومش رو بعد از دیدن فیلم میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. پوستر دیگه هم که اینجا دارید میبینید دوباره متکی بر معرفی بازیگران هستش و در سبک پوسترهای آمریکایی طراحی شده. خب رفقا، اینم از بررسی پوسترهای فیلم جوکر با چاشنی معرفی دو سبک از سبک‌های طراحی پوستر فیلم‌های سینمایی. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. ما رو حتما توی یوتیوب دنبال بکن، به سایتمون سر بزن و خوشحال میشم که پیج اینستاگرام من به نشانی بیتگرافت.دیزاین رو دنبال بکنید. خیلی مخلصم.